مهمانا سلام علیکم. با وطن خوش آمدین. با طلایی ها خوش آمدین به وطن. واقعا شما با سعی و تلاش دوامدار طی سالها با رهبری منظم، با دیسیپلین عالی، با اخلاق سپورتی توانستین که به متو یک دستاورد بزرگ عظیم تاریخی در عرصه ورزش در کشور نامتان جاودانه ثبت کنین. و این نتیجه از اینه که اگر یک بررسی خلاص بسیار کوتاه بکنیم، او عبارت از سعی و تلاش و رقریزی در میدان تمرین است که کار کردین و همچنان شما به دنیا نشان دادین اخلاق بلند و فرهنگ بلند سپورتی تانه. مالمدار ما شخصا از طرف کامگار صاحب رئیس شرکت کامیار از طرف خود و به نمایندگی از تمام کارمندان شرکت هوایی کامیار این دستاورد بزرگ به شما، به ملت افغانستان و به فامیلایتان به همه از صمیم قلب تبریک گفته و داینده به شما پیروزی های مزیدی که بخیر در جام جهانی بازم برین و کپا بیارین و طلاها بخیر بیارین. شما با این زحمتتان، با این تلاشتان، با وجود مشکلاتی که ما داریم تانستین که خوشی